در پیراهه زندگی هر نفری که گام‌های استوار می‌گذارد، اگر اولا برای خود تلاش نماید، بعداً به خاطر خدمت نمودن به خلق است. در این پیراه هر یک شخص در هر کاری تجسم می‌یابد. باغبان باغ بنیاد می‌کند و ایجادگر ایجاد می‌کند. ساختن یک روزگار خوب برای آبادی دیار کمک می‌رساند، ولی برای معرفی تاریخ و تمدن هر کشور در عرصه جهانی شخصان لازمند که دنیایشان و دانش و جهان بینیشان از دیگران فرق کننده باشد، زیرا نه هر کس این قدرت را دارا بوده می‌تواند. این نبود از پیراهه طی کرده شخصیت قصه می‌کنیم که در زندگی خود و به خصوص سالهای استقلالیت توانسته تاریخ و تمدن ما را برای ممالک عرب معرفی نماید. شاعر، ترجمان و خادم دولت نرزالله نظر زاده یکی از روستاهای دور تاجیکستان است. او میگوید که دهه‌اش یکی از مکانهای زیباترین دنیاست و با این زیبایی گوشه در تاجیکستان بهشت آساست. زادگاه من دهه درغ، یکی از دهه‌های دوردست وادی فلغر. فلغر این کلمه پهلوی است، همتا یا که سینونیم کلمه فرخور. غرش کوه است، فلش فرش شاید بلند، شاید زیبا باشد. گذشتگان این دهه مردمانی بودند که خیلی هم آبرو اعتباری بلند داشتند. شخصانی خیلی هم بزرگ بودند، معتبر بودند در تمام قلمرو وادی زرافشان و شاید سمرقند و بخارا حتی در این منطقه شد خیلی هم بلند بودند، معتبر بودند، برای خاطر را شریف گفتند، یعنی درغ شریف. نظرالله در عائله آموزگار به دنیا آمده است. پدر بزرگوارش یکی از آموزگاران نخستین دیارشان به حساب می رفت. مادر عزیزش باشد کتابدار جماعت بود. به این خاطر نظرالله سالهای تا مکتبی گاهی همراه پدرش به مکتب می رفت، گاهی دیگر همراه مادرش در کتابخانه بود. به این خاطر محبت کتاب هنوز از زمان خردی در دل کوچکش جا شده بود. پدر من معلم بودن، من همیشه همراهشون بودم، همیشه همراهشون به مکتب می رفتم، می حتی پیش از مکتب خانه. حتی برای خاطر من نقش بزرگ تربیت بهترین ما پدر کرده هستند، چون من همیشه در محیط معلم ها، در محیط های فرهنگی و ادبی اشتراک میکردم. اون کس همیشه میرفتم و من همراه شدم، همیشه همراه که رفتم گوش میکردم چی میگفتن معلم ها، در صحبت معلم ها اشتراک میکردم، گوش میکردم. این همش برای من نقش بازید. مادرم نیز یک خانم خیلی فرهنگی بودن، مدیر کتابخانه جماعت شمتیچ گفتن، مدیر کتابخانه کلانتری در قشلاق در بودن. من از بس که مادرم در کتابخانه کار میکردن، تمام وقتی بعد مکتبی من در همون کتابخانه گذشتگی است. من در بین کتابخانه کلان شدم. این فضل و لطفی مادرم بود که مرا به همون دایره کتاب ها، در بین کتاب ها تربیت کرد، به وای رساند. من بعد مکتب می اومدم خوراک میخوردم، میرفتم به کتابخانه میشستم، مادرم میگفتن شما جواب روید، من به جای شما. تا بیگاه میشستم در بین کتاب ها کتاب میخوندم و آزاد بودم، هر کتاب میخواستم میخوندم. یعنی در محیط کتاب ها، در فضای کتاب ها من کلان شدم. کودکی من، جوانی من در این فضا گذشت. برای این خاطر برای من کتاب عزیز است. دانش نخستین را در مکتب 7 ساله دیارشان میگیرد. آن زمان مکتب میانه رقم 5 به نام عبدالقادر بیدل بود. تمام معلمان این مکتب شخصانی بودند که سخنشان در جامعه نقش داشت و این مردان همشینان پدر نرزالله بودند. گاه گاه به خانه‌شان می آمدند و نرزالله در خدمت ایشان بود. مکتب زادگاه من یکی از مکتب‌های خیلی هم دارای عنعنه‌های خیلی هم بلند تاریخی است. دیرکتورهایی بودند که خیلی صفت رهبری کننده بلند داشتند، مکتب رو خوب اداره میکردند، در تربیت نسل نورس جوانان سهم گذاشته هستند. من از آن میبالم که استادان اولی من قبلگاه خودی من، یکی از اولین معلمان دیه پدری خودی من بودند. همچنین حیدرقل شریپوف یکی از اولین
معلمان دیگه که به من درس عبرت، درس حکمت، درس علم داده هستم. من از آن می‌بودم که استادان اولی من جرقل حسنف بودند، سید عالم باقیف بودند. آنها شخصیتی که در تشکل من، در شکل شخصیتی من نقش بازیده هستند. این چنین معلمان هستند. همچنین دیه با آن طبیعت زیبای خودش، در انسان طبیعت نیز میتواند نقش بازد، میتواند تاثیر گذارد. مثلا چنین باششگاه تابستانی ها مثل منج، فرزادی فرحزاد، مثل غزه، اینا باششگاه هستند که خیلی هم زیبا هستند. نظرالله میگوید که در مکتب دیه خوب میخواند، به خصوص درس‌های الفبای نیاگان، ادبیات و تاریخ را دوست می داشت. از دانش آموزی او والدان خوشحال می شدند و تمام امکانات را برای تحصیل او فراهم می آوردند. ما در اویله به کمال رسیدیم که 8 نفر فرزند بودیم. در محیط کتاب و قلم به رسیدیم. شاید تاثیر همون معلم بودن پدرم، در مکتب کار کردن مادرم بود که اکام نرزالله صاحب علم و صاحب دانش شد. پدرم در نهایت اولین آموزگار علاجی معارف استر بودن. در وقتهای نبودن در درس مادرم جای اونها را عوض میکرد و در وقتهای زاری که مادرم کارگر کتابخانه بودن، مدیر کتابخانه مکتب بودن، در وقتهای نبودنشان اکام رفته به خوانندگان کتاب میدادن، پیش از آن خودشان آن کتابها را میخواندند، بعد به دیگران تقسیم میکردند. همین محیط تاثیر رساند که آنها در محیط کتاب، در احاطه کتاب ها، در بین قلم، در بین آموزگاران، در بین آدمانی که همصحبت بودن با پدرم به کمال رسند، تربیت یابند و صاحب علم دانش شوند. یک سخنی مادر کلانم در یادم ماند. وقتی می آمدم شوخ کلان میگفتم که عرب آمد. همین کلمه عرب در عقل من، در معنی من، در خاطر من ثبت شد. یعنی عرب. نمیدونم چی است این عرب. بعد فهمیدم که این زبان عربی بوده است، مردمی عرب بوده است و این چیزا رو بدتر آموختم و همین کلمه اولین مادر کلانم که در خاطرم بود که انا عرب آمد، همین به من شاید یکی از تکانهای اولین یا سبب‌های اولین که من همین زبان عربی را انتخاب کردم. بعد ختم مکتب 7 ساله نظرالله به آموزشگاه پداگوژی شهر پنجکین می رود و این آموزشگاه را با دیپلم سرخ ختم می کند. سال 1967 بعد ختم آموزشگاه پیراهه قسمت نظرالله را به شهر دوشنبه می آورد و او به فاکولته زبانهای شرق دانشگاه دولتی تاجیکستان، امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان، حجت می سپارد. آن هنگام در این فاکولته دانشگاه داخل شدن خیلی مشکل بود. برای هر یک کرسی دانشجویی بیش از 200 نفر حجت سپاریده بودند. وقتی نظرالله آمد می کند و او یکی از دانشجویان این فاکولته می گردد. من که از خودم باوریم بود که من در زبان تاجیکی، ادبیات تاجیک خیلی هم عمیق رفتگی بودم. با داشتم من حتی یک انشای آن 5 گفته از دیگر انشاهای دیگر از دیگر امتحان‌ها خلاص بشم، آزاد میکنم مرا. واقعا هم طرف شد. من چون من دیپلم من اعلی بود، دیپلم سرخ، با یک امتحان من از دیگر امتحان‌ها آزاد شدم. فضای دانشگاه برای نظرالله امکان می‌دهد تا در صحبت بزرگترین استادان روز نشیند و دانش خود را صیقل بدهد. در این هنگام با کمک استادان به محفل‌های زبانشناسی راه می‌یابد و دوستان خوب پیدا می‌کند. فاکولته مذکور برای آماده نمودن بهترین دانشمندان و خادمان دولتی نقش کلان دارد. برای مثال ارکین رحمت اللهیوف، غلامجان میرزایوف، عبدالله یولداشوف، زبیدالله زبیدوف و ده‌های دیگر متخصصان بزرگ زمان ما ختم کردگان این درگاهند. باید گفت که در آموزش زبان عربی همچون اختصاص من البته پیش از همه اظهار قدردانی، منتداری و تشکر خود را به استاد حسن ابراهیمی نقاش میکنم. آن کس عراقی بودند و در دوشنبه زندگی میکردند و زبان عربی درس میدادند. استاد نقاش از بهترین استادان زبان عربی بودند
خودشان هم شعر می نویسند، هم به عربی و هم به تاجیکی شعر می نویسند. تاجیکی رو خوب می دونستند، حافظ رو خیلی خوب از برداشت کرده بودند. این آدم، این مرد استاد حسن ابراهیم نقاش استادی بزرگواری من هستند. محض همون کس در زیر مثلا تأثیر همون کس، در زیر تعلیمی همون کس من زبان عربی را از بر کرده هستم. من در دانستن زبان عربی، در آموختن زبان عربی با آن کس مینداری خود را اظهار میکنم. حتی من یک از کتاب‌هام را به نام آن کس بخشیده هستم. من استاد نرزالله را تقریبا از سال 1968 میشناسم. ما در کورس دوم میخواندیم. اون کس به کورس یکمی شعبه عربی فاکولتت فیلولوژیا همین خیلی بودم وقت قبول شده بودم. از همان وقت من میدانم که نرزالله نظر را فرق میکردند با دانششان، با غیرتشان و با تشبسهاشان که نه همه وقت کس چنین تشبس میتوانست نشان دهد. در علم شرقشناسی تاجیک مخصوصا نقش ترجمان ها برای معرفی مشترکات فرهنگی بین عرب و عجم یا اینکه در معاصر بین کشورهای شرق میانه و نزدیک و اسیا مرکزی بسیار مهم هست. خب یکی از همین شخصیت هایی که در همین راستا نقش مهم دارد، مخصوصا در برقراری رابطه های فرهنگی و ادبی میان تاجیکستان و یکی از کشورهای بزرگ تمدن جهانی مصر نقش مهم دارد. این نرزالله نظر می باشند که با ما را هم در با واسطه ترجمه آثار ادبی تاجیکان به کشورهای عربی معرفی کردن و برعکس اون دستاوردهایی که در سمت علمهای ادبی بود، این حوزه فرهنگی عربی معاصر را به تاجیکستان معرفی کردن که این خیلی یک بسیار نقش بزرگ و ماندگار می باشد. من وقتی تحلیل و تحقیقات و پژوهش چنان خلاصه های برداشتم که ترجمه های استاد نرزالله نظر خیلی دلپذیر هستند، خیلی صمیمی هستند، خیلی زیبا هستند. مثلا همین ترجمه گیمن تاجیکستان که مؤلفش استاد گلنظر کلدی می باشند، به زبان عربی از جانب استاد نرزالله نظر خیلی زیبا ترجمه شده است. صوت و اوزان ترجمه شعر حفظ شده است. مثلا وقتی که به همون شعر عربی هم نظر می اندازید، گوش می اندازید، می بینید که همون صوت، همون نوا، همون یک آهنگی که در گیمن تاجیک هست در زبان عربی هم همین حفظ شده است. همین چیز به نظر می رسد که این هم کاری هر یک هنرمند نیست. هنوز سالهای دانشجویی نخستین شعرش را انشا می کند و نخستین ترجمه هایش در بزرگترین مجله های عربی زبان روی چاپ می آیند. او می گوید که خاطرات شیرینش آهنگامی بود که داستان سروش استالینگرادی استاد مومن قناعت را با زبان عربی ترجمه نموده بود و روز 9 می با زبان عربی در میدان سرخ صدا داد. اولین شعر من شعر خودم بود به زبان عربی. من را نوشتم، بخشیدم، 2 بند است، بخشیدمش به شعر بچگان. دوره اولین شعرهای من در آوان دانشجویی بود. بخشیدم به شاعر مبارز فلسطین محمود درویش، مبارز بود در فلسطین، به هم بخشیدم و بعد فرستادم به روزنامه انباء مسکو، این مسکوفسکی نوستی، مسکو نیوز، این به 3 زبان چاپ میشد. مسکوفسکی نوستی هم انگلیسی، روسی، هم به عربی انباء مسکو. بعدی تقریبا یک مدت دیدم که شعر چاپ شده است. شعر رو همین روزنامه چاپ کردن. دوست ما تاجیکستان آمده است این شعر گفته حتی نوشتم. این به من یک تکان جدی داد. بعد من گفتم شعرهای استاد رضا ترجمه کردم.
شعر مادرشان و شعر همین کافی است. فرستادم، اینها هم چاپ شدن. خیلی در همون صحیفه انباء مسکن چاپ شدن. من بعد ترجمه ما مثلا ترکزاده از شاعرای ازبکستان، بلاروسیا، ترکمنستان، حتی تاجیکستان، مثلا استاد ترکزاده، مامین قناعت دیگرها در دیگر مجله ها و روزنامه‌ای که به زبان عربی شوروی چاپ میکرد در خارجه در اونجا چاپ شدن. من بعد در خود مجله روزنامه‌های خودی عرب ها چاپ شدن. سال 2016 با دستگیری بی‌واسطه پیشوای ملت در اتفاق نویسندگان مرکز ترجمه به کار آغاز کرد. با وجود همه دشواری‌های آن سالها 15 نفر در این مرکز به کار شروع کردند و از ادبیات‌های گوناگون تا امروز اثرهای مهم زیاد ترجمه شد. یکی از نفرانی که در این کار سهم بسیار ارزنده و نظررس دارد نرزالله نظر است. نرزالله نظر امتیازی دارد که بی‌واسطه از زبان اصل ترجمه میکند، یعنی از زبان عربی به تاجیکی و از تاجیکی به عربی. این برای ما بسیار مهم است، چون که حوزه زبان و ادبیات عرب در دنیا بسیار فراخ است و به آن آشنا کردن بهترین اثرهای ادیبان ما و برعکس بهترین اثرهای ادیبان عرب را به خواننده تاجیک منظور نمودن بسیار هم وظیفه مقدس و هم بسیار مسئولیتناک است. نرزالله نظر یکی از ادیبانی است که یک شاخه مخصوصی ادبیات ما رو در دوام این چندین ده ساله خیلی پیش برد و رواج و رونق داد و خیلی کارهای مهم رو هم به سامان رساند. اول اینکه تا نرزالله نظر بعضی آثار نویسندگان عرب و تاجیکی ترجمه شده بودند، لیکن از زبان روسی به واسطه از زبان عربی ترجمه نشده بود. فقط چند لطیفه از جانب کامل مسافیروف استاد دانشگاه سالهای 60-70 ترجمه و نشر شدند. دیگر این خیلی اثرهای علاهیده ادیبان عرب به واسطه از زبان عربی به تاجیکی ترجمه نشده بود. این کار بار اول نرزالله نظر براه ماند. ما مثلا استاد نرزالله رو از دوره دانشجویی میشناسیم. من شخصا ما بعد یک جای خوندیم و در عراق مخصوصا یک جای کار کردیم چند سال و در همه جاهای هر جایی که استاد نرزالله کار کردن صاحب ابروی اعتبار خوب بودند و من فخر میکنم که استاد نرزالله از بین تاجیک بچه‌ها از بین عرب شناسان تاجیک با یک خصلت‌های بسیار عجیب فرق میکنن، خصوصا خصلت‌های تخصصیشون و حتی کدام ما نمیدونیم که در همین دوره حاضر یگان شخصیت عرب شناسی باشه که به زبان عربی یا از عربی به تاجیکی شعر ترجمه کرده باشد. استاد نرزالله قابلیت همین ترجمه شعری رو شاعرانه رو داره و خودشون هم ذوق بسیار بلندی بدیعی دارند. سال 1974 همچون دانشجوی سال پنجم او را به حیث ترجمان به عراق میفرستند و او بار اول در بخش کاری عملی سهمگذاری میکند. بعد ختم دانشگاه او را برای فعالیت به جمعیت دوستی و رابطه های مدنی تاجیکستان با کشورهای خارجی دعوت میکنند. نظرالله نظر سالهای 1978-1982 ترجمان زبان عربی در عراق، سالهای 1982-1987 کارمند ارشد شورایی عاید به امور دینی نزد سویت وزیران، سالهای 1987-2002 کاتب مسئول، سپس معاون رئیس کمیته همدلی تاجیکستان با کشورهای آسیا و افریقا و از سال 2002 تا 2007 در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه نموده است. مثلا کتاب من در کویت چاپ کردن، خودشون چاپ کردن. این مطبعه روزنامه یکمی کویت القبس نام دارد.
مطبعه قبس اون را خودش گرفت به تشبسی خودش انتخاب کرد از دو شاعر گل رخسار و گل نظر. نامش ماندیم ما گل رخسار و گل نظر، دو گل انا دادیم گسته چوب کردم. این کتاب من در کویت بود، این دویم کتاب من در دولت عرب. یکمش نمایش نامه های مثلا الغزاده، مهمان بختی، جمعه قدوس. خیلی الغزادهش عرب ترجمه کرد، لیکن این مهمان بختی امیر اسماعیل سامانی، جمعه قدوس آفرینش آخرین، اینا ترجمه من بودن. در سوریه از جانب اتفاق نویسندگان عرب سوریه چاپ شد، چاپ کردن برآوردن. حتی نسخه وی را در اینترنت هم موندن. باز در اینترنت اگر در یک نویسنده صحنه از تاجیکستان میبراید. نرزالای نظر در چند سمت کار میکند، چنان که گفتیم هم از عربی به تاجیکی و هم از تاجیکی به عربی و دایره توجهش بسیار وسیع است. هم نثر، هم نظم، هم کتاب‌های عاموی و هم کتاب‌های سیاسی را ترجمه و به خواننده‌های کشورهای عرب منظور کرده است. از ادبیات معاصر تاجیک گیریم، از استاد عینی تا جوانترین ناصران ما و از استاد لاهوتی ترسونزاده تا جوانترین شاعران ما با قلم نرزالله نظر ترجمه شدند. تقریبا یگانه نفری هستند که از زبان تاجیکی بیشتر از زبان روسی به عربی ترجمه میکنند و ترجمه هاشون قبول است. تقریبا بعد از ختم دانشگاه اون کس در نشریات پروگرس، همین یک نشریات در اتفاق سویتی، کتاب های به زبان عربی ترجمه میکردن. نرزالله دست داشتن این کار و همین عنعنه تا دیرها دوام کرد. در دوشنبه اولین چاپی که کردم این شعر میرشکر بودم، شعر بچگانه میرشکر با نام تبسم غنچه ها، بسمت البرائم چاپ شد و من نمی تا چند دارم موفق بودم، لیکن به من خبر دادن که یک خردساله، یک کودک خردساله، دختر بچه خردسال، همین شعری من کلام میشوم به زبان عربی اذیت کرده است. همین کتاب یافته است یا که همین شعر یافته است یک جایی اذیت کرده است. بعد کفته یافتن منه، گفتن که همین میخواد تو رو بیند با پدرش. اومدم و پیش من دخترچه 6 ساله بودم، خیلی تقریبا خیست همین شعری من کلام میشوم به زبان عربی پر خونده داد. بعد پدرش گفت که از بین همه شعر سرودهای بچگانه‌ای که ما خودمون داریم و دیگرها دارن، همین شعر مقوله شده است، همین سرود بچگانه میرشکر. واقعا میرشکر بسیار زبان کودکانه خیلی خوب خط نوشتگی است، خیلی زیبا است. در این هنگام فعالیت نرزالله نظر در ترجمه بزرگترین کتاب‌های اهل قلم کشور با زبان عربی سهم گذاشته است. تا امکان دست داده کتاب‌های شاعران معاصر تاجیک را با زبان عربی ترجمه نموده و کتاب‌های بزرگ را از زبان عربی برای دوستداران ادبیات کشوری ما. یکی از کارهای ماندگار نظرالله نظر ترجمه کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشور امام علی رحمان با نام تاجیکان در آینه تاریخ در 4 جلد می باشد که محض این کتاب سبب شده است تا مردم عرب به تاریخ و تمدن تاجیکان آشنا شوند. امروز کتاب مذکور یکی از سرخواننده ترین کتاب ها در کشورهای عربی است. معرفی فرهنگ و تاریخ تاجیکان، تمدن قدیمه باستانی تاجیکان پیش از همه در زمان استقلالیت توسط کتاب‌های پیشوای ملت صورت گرفته است. مثلا کتاب تاجیکان در آینه تاریخ در 4 جلد عرب ها ترجمه کردند. من البته تحریر و مطابقت و دیگه چیزا کردم، من همکاری کردم، لیکن اصلا ترجمان ها عرب بودن. عرب های خیلی برجسته. مثلا جلد یکم رو ترجمانی که ترجمه کرد و ترجمان پوشکین است. پوشکین رو ترجمه کرد به زبان عربی. وقتی دیگه کتاب گفت که این کتاب با ترجمه شود، گفت
وقتی که جلد یکم دید به زبان روسی این کتاب با ترجمه داره. گفتم نه، میگن باید ما ترجمه کنیم. این بهترین دستور عمل برای آموزش فرهنگ و تمدن و تاریخ خلق تاجیک بوده است. یعنی با واسطه همین کتاب پیشوای ملت تاجیکان در آینه 2 بار چاپ شد، 2009 و 2011. با واسطه همین کتاب تاجیکان در آینه تاریخ مردم عرب تاریخ ما را شناخت. همچنین نرزالله نظر در ترجمه و تهیه چند کتابی پیشوای ملت و چند کتابی تاریخ و ادبی که سیمای خلق ما را انعکاس میکند، عنعنه و رسم و آیین و سنت های خلق ما را انعکاس میکند، سهمی ارزنده دارد و من گمان میکنم که کارهای زیادی او در پیشند. یکی از ترجمان های فعال ما، یکی از اعضای فعال اتفاق نویسندگان است که فقط با کار بیواسطه خود ترجمه اکتفا نمی کند، بلکه در تهیه و برگزاری چاره‌بینی های گوناگون سهم می‌گذارد و عموما یک نفری هست که ادبیات را مخصوصا ترجمه را کار حیاتی خود انتخاب کرده است و در این راه استوارانه با ثبات قدم می‌زند. همچنین ما در عرفه 2013 در عرفه کنفرانس بین‌المللی آب کتاب دیگری مجموعه مقاله و برآمدهای پیشوای ملت با نام تاجیکستان دیپلمات آب نیز چاپ کردیم. اینجا مجموعه مقاله ها در ترجمه من اینم چاپ شد و دسترس خوانندگان عرب شد تا که دانند که تاجیکستان صاحب چنین تشبس‌ها بوده است. خودش سیراب، خودش شاداب، در غم مردم دیگر است که آنها هم آب خورند. این همین انسان دوستی، جهان دوستی گفتیم که همین است. مثلا ما خود ما یگان تنقیصی نداریم برای آب. آب‌هایی که ما داریم خیلی زیاد هستند. این آب‌هایی که داریم، این مثلا دریاهایی که میروند، این پریخ‌هایی که ما داریم، آب شده‌اند که در حد 13000 پریخ و 8000 پریخ، این ذخیره خیلی بزرگی آب است. برای ما عمر با بس است. یکی ما در غم آن پایان آب‌ها هستیم. آدم‌ها هستند از ما پایان‌تر زندگی می‌کنند. برای خاطر این دیپلمات آب ما بیاید 5 تشبس پرزیدنت پیشوای ملت در سازمان ملل قبول شد، همش در موضوع آب. اخیراً کتابی که زیر نظر و مقدمه نظرالله نظر روی چاپ آمد این کتاب تاجیکان می باشد. با این کارگزاری شایسته نظرالله نظر توانست مکتب خوب میهنشناسی رهبری دولت را در کشورهای عرب معرفی کرده باشد. برای خدمت‌های شایانش او را حکومت جمهوری تاجیکستان با جایزه دولتی شرف درجه 2 سزاوار دانست. سال گذشته این سال بزرگداشتی کتاب تاجیکان اعلان کردند پرزیدنت. سال جشن 15 سالگی مؤلف آن علامه باباجان غفور بود. برای خاطر ما با عرب مصلحت کردیم، عرب از سوریه، ترجمان زور هم ترجمان رسول غمزاتوف. رسول غمزه به زبان عربی گردانده است، نه هر کس میتونه کار کند و چندین اثرهای بزرگ روسی را ترجمه کرده است و به عهده گرفت. گفت برای من شرف است که این کتاب را ترجمه کنم. در بخش ترجمه نزدیک به 30 کتاب بزرگ را تالیف نموده است و شاگردان زیادی آماده کرده است. امروز یگانه از ترجمان عربی است که اثرهای نظمی را به کم و کاستی ترجمه نموده و به خواننده میرساند. از پیراهی نصیب گشته شکرانه می کند که همنشینی اهل علم و ادب گردیده و فرزندان سالم را نصیبش نموده است. در هر صورت من تمام عمر خود را به همین زبان عربی بخشیدم و خودم بخشیده ایستادم و من حس می‌کنم که به زبان عربی من فضای دیگر، محیط دیگر به من وجود ندارد. من باید در داخل همین فضای عربی باید باشم، همیشه شنوم، گویم، نویسم، ترجمه کنم. همین است شوق من از همین شوق بیرون نرفتم. نظرالله نظر گاه در کوچه های دوشنبه شهر قدم می زند و افتخار از تاریخ و تمدن می کند
از آبادی و کلگ و شکوفایی این وطن کهندیار.